اگه برای شما این مدل جاکارتی زدن یه چالشه، بیاین با هم دیگه انجامش بدیم. به نظر من این راحت‌ترین روشه. شاید حالا همکارای دیگه هم روش‌های خودشون رو داشته باشن، ولی اگه دوست دارین به سبکی که من کار می‌کنم کار کنیم، بیاین آموزشش رو با هم داشته باشیم. سلام بچه‌ها، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. آقا من داشتم این کیف کتی رو درست می‌کردم. یه نکته اینجا برای چسبوندن جاکارتی گفتم بهتون بگم. شما برای اینکه این جاکارتی‌های که با آستر هستن رو بخواین راحت‌تر انجام بدین، بهترین کار اینه که بیاین یه نوار برش بزنین. شما میاین از قسمتی که طول آسترتون بیشتره یه نوار برش میزنین. حالا مهم نیست که طولش چقدر باشه، ولی عرضش بستگی به جاکارتیتون داره. الان عرض جاکارتی من، یعنی از این برشی، از این سوراخ که من زدم تا این یکی سوراخ 6 سانت، حدوداً 6 سانت و یک یا 2 میل. حالا ما هم 6 سانت در نظر میگیریم. من میام عرض این نوار رو 7 یا 7.5 میگیرم. من به این علت 7.5 میگیرم که بتونم چسب بزنم. شما میتونین همون 7 سانت بگیرید. بعد برای چسبوندنش هم من اولین کاری که میکنم، خب مدل جاکارتی من این شکلیه. یه جاکارتی تکی اینجا اول دوخت میزنم جاکارتیمو که دیگه بعدا مشکل ساز نشه وقتی آستر قراره بیاد روش. پس اول این جاکارتی من دوخت میزنم. شما برای شروعش حتما باید بیاین از جاکارتی پایین‌تر شروع کنید به چسبوندن. نحوه چسبوندنش هم چجوریه؟ ببینید این پشت آستره، این روی آستره. من میام اولین کاری که میکنم لبه کارمو چسب میزنم. لبه کارمو ببین قسمت پایین این چسب میزنم. کاری که من میکنم، حالا هر کسی با یه شیوه شاید مثلا این کار رو انجام بده، ولی کاری که من میکنم به این صورته که من میام اول، ببینید من از لبه این برش حدوداً 3 میل 4 میل تا نیم سانت، اگر کمتر باشه یه مقاومتی هم به این قسمت جاکارتی میده. شما وقتی آستر میچسبونین به چرم، این باعث میشه که دیگه اون چرم کش نیاد، مخصوصا این چرمی که نزدیک به برشه و خب طبیعتا لویس شده و وقتی لویس میشه و نازکتر از اون ضخامت اولیه رو ما داریم، طبیعیه که کش میاد. خب سعی کنید همیشه چسباتون رو همه جا بزنید. نکته بعدی، من میام آسترم رو هم چسب میزنم، ولی روی آسترم، یعنی به اندازه حالا 2 سانت 1 سانت 1.5 سانت روی آسترم رو چسب میزنم. من میذارم کنار این که اگه قرار شد چسبم بزنه بیرون، حداقل بخوره به اون قسمت. خب در حد 1 سانت 2 سانت چسب زدم. بذارین کامل هوا بخوره. یکی از مهمترین نکته ها توی چرم‌دوزی اینه که چسبتون رو بذارین هوا بخوره. من زیاد مشکلی برام پیش نیومده. البته اینی که دارم میگم به معنی این نیست که من نذاشتم هوا بخوره و مشکلی پیش نیومده. همیشه حالا سر تایمی که جای دیگه صرف کردم و این هوا خورده تا الان مشکلی نداشتم، ولی یک سری یکی از کارهام حباب زد، یعنی بعد از چسبوندن یه مقدار حالت حباب شد که و چون من تجربه ای نداشتم، حالا از اساتید که سوال کردم گفتن احتمالاً به خاطر اینکه نذاشتی چسبت خشک بشه. حالا در صورتی که میگم من به خاطر اون وقت تلف کردن هم که باشه، بعضی وقتا میذارم چسبم هوا میخوره، ولی حتما اینو در نظر بگیرین که چسبتون حتما هوا بخوره که دچار مشکل نشین. کامل که هوا خورد دیگه اون خیسیه رو نداریم. خب اینو من به این صورت برمیگردونم روی آستر. ببینید مشخصه روی آستر رو الان روی آستر چسب خورده. من آستر برگردوندم، پشت کارو دارم میبینم. اینجا هم که جاکارتی آخریه، یعنی ببینید این جاکارتیه. به این صورت میام میچسبونم اون 2 سانت رو خیلی صاف به این قسمت. سعی کنید از لبه ها به یه اندازه فاصله بدین و صافش کنید اینجا رو. خب
بعد از اینکه این کارو چسبوندین حالا برمیگردون. این ببینید این برای چی اینجا داره کنده میشه؟ چون من اینجا رو چسب نزده بودم. چسبی که زدم رفت پایین و اینجا چسب نداشت. یعنی اگر 2 سانتی هم که چسب زده بودم رفت اون پایین. مشکلی نیستش. من اینو میچسبونم ولی شما این کارو نکنید. یه مقدار بیشتر بزنم چون مشت زدم. احتمال اینکه بخوام الان بکنمش آسترم دچار مشکل بشه. خب بچه‌ها ببینید من اینجا رو چسب زدم. سعی کنید این لبه ها رو به یه اندازه چسب بزنیم که وقتی میچسبه خب به این صورت میام اینجا رو دوباره میکوبم که این صاف بشه. وقتی که این به این صورت شد من از چسب 2 طرفه خیلی از بچه‌ها یا حالا همکارا رو دیدم که از چسب 2 طرفه برای لبه کار استفاده میکنن. یعنی اونجایی که من الان چسب آهن زدم رو میان شما وقتی مشت میزنید ببین تای خودش مشخصه کاملا. این خط اینجا افتاده بیاین زیر این خط اینو بچسبونید. همکارا رو دیدم که میان با این چسب میچسبونن. من تجربهش رو داشتم کاملا بلند میشه. یعنی من یک بار برای زیپ این قسمت کیفم یعنی اینجا رو برداشتم از چسبای 2 طرفه استفاده کردم به راحتی کنده میشد و دیده میشد. خب و دیگه از اون به بعد من این کارو نکردم. همین با چسب میزنم پشت کارو هم چسب 2 طرفه پشتش میچسبونم که این کامل بخوابه. حالا شما اگر دوست داشتین میتونین نزنین ولی من این کارو میکنم. این اولین جاکارتیمو این دیگه تکون نمیخوره. حالا من کاری که میکنم برای این قسمت که میایم کارت رو قرار میدیم، قبلا خیلی مشکل داشتم من با این قسمت و خب کارت سخت چیز میشد، بگین اندازه‌گیریش خیلی سخت میشد. از اون ور بیار این کارو بکن اون کارو بکن. مثلا خیلی از همکارا به این صورت کارت رو از این ور میبردن اون ور رو نمیدیدی هی باید برمیگردوندی. من خیلی وقت میام این کارو میکنم. حالا هر کسی یه مدل راحته. ببینید من میام اینجا به یه اندازه اینجا دیده میشه اینجا به یه اندازه میارم تا لبه. حالا من از اینجا مسلط نیست میارم تا این لبه. مثلا 2 میل من از اونجا فاصله میدم تقریبا. کارتم رو محکم نگه میدارم به این صورت. اینجا رو نگه میدارم. یه مشته که بزنید شما اینجا خط میفته. حالا میام چسب میزنم. این برای من راحته، شاید یه خورده برای شما مشکل ساز باشه. دوباره میام این قسمت رو همون در حد 3 یا 4 میل نگه میدارم و باقی این فضا رو من چسب میزنم. این که میگم مشکل ساز باشه این مدل مثلا چیز کردم من 2 طرف رو حتما چسب میزنم. یعنی هم آستر به این دلیل که محکم‌تر بچسبه. این کناره ها رو میتونین چسب بزنید میتونین نزنید چون آخر سر آستر زده میشه نیازی نیست که به این بخواید چسب بزنید ولی من به خاطر اینکه محکم‌تر بشه میزنم. حالا باز شما خودتون میدونین که میخواین بزنین یا نه. یه چیزی که اینجا هست شما میتونین اندازه اون جاکارتی رو در بیارین. یعنی اولین کاری که اولین جاکارتی رو که چسب زدین اندازه رو در بیارین بیاین این سمت یعنی نقطه مقابل این رو هم چسب بزنین همون اول کار. ولی من اول این رو یه دور ببینین این قسمت سنبه خورد تا شد میام میچسبونم. خب بعد اول امتحان میکنیم. شما هم ببینید اینجوری ببینید الان این دقیقاً اندازه‌ای که اون ور زدیم در اومد. خب بعد اینکه دیدم اینجا چسبید خب یه خطی میفته. ببینید اینجا الان خط افتاد. میام اینجا رو هم چسب میزنم و میچسبونم. از نظر من این راحت ترین روشیه که شما میتونید این جاکارتی ها رو نصب کنین. اگر روشی هم دارین که به نظرتون راحت تره میتونین انجام بدین. من همون کاری که اولش انجام دادم و تا آخر با همون میرم بچه‌ها. یعنی این که مثلا الان بذارین این خشک بشه توضیح بدم. خب ببینید من اینو چسبوندم. 2 تا نکته. یکی این که شما وقتی میچسبونین وقتی این کارو میچسبونین
مشته بزنید. من اشتباه فکر کنم بین گفتم سنبه. مشته بزنید محکم بشه. بعد بیاین اگر کارتی دارین که استفاده نمی‌کنین، حالا برای من کارت هدیه است که اصلا مخصوص همین کار. خب بعد از اینکه چسب زدیم بیاین کارتتون رو بذارین. اگر احیانا چسبتون به این قسمت چسبیده بود، یعنی دو سمتش چسب خورده بود، این دوتا رو به هم نچسبونه. اگر کارتتون اینجا چند دقیقه گذاشته باشه اون چسب خوش بشه، بهتره که این اتفاق نیفته، یعنی این قسمت ها چسب نخوره. خب ولی گاهی پیش میاد. نکته بعدی اینه که شما وقتی اینجا رو چسبوندین برگردونین یا بر نگردونین، توی سطح صاف این کار رو انجام بدین که موقع چسب زدن ببینید این دوتا از هم فاصله دار وای نسته، یعنی مثلا اینجوری نچسبیده باشه کارتون رو خراب کنه. حتما توی یه جای صاف این کار رو انجام بدین که اینا محکم بشه و مرتب چسبیده باشه. و نکته آخر همونطور که گفتم من تا آخرین مرحله این کار رو انجام میدم. ببینید اینجا که چسبیده شد من مجدد اون 2 سانت رو برمیگردونم، 3 میل رو برمیگردونم. مشترک که زدم این صاف شد، میام مجدد چسب 2 طرفه میزنم که این فیکس بشه. من پیشنهاد نمیدم که بخواین مثلا چسب 2 طرفه رو شما برای لبه کار استفاده کنین. به نظرم به مرور زمان فاسد میشه و خب کنده میشه از لبه کار. این نظر منه. شاید اساتید دیگه، البته من خودم استاد نمیدونم، من هنوز در حال آموزش دیدنم، ولی این به نظر من بهترین روشه. شما میتونید یه کار تمیز و بی‌نقص داشته باشین. و خب یه سری از همکارا رو دیدم این قسمت ها رو دوخت میزنن. شاید مشتری مثلا از این کار ازشون اینو خواسته، بازم من دوست ندارم. به نظر من کلا رخو از بین میبره. اینم از این نکته. اگر دوست داشتین و ببینید بچه‌ها بالاخره تایم گذاشته میشه، نمیخوام اصلا بحث منت و اینا نیستش. خب من دلی خواستم این کار رو انجام بدم، میدونستم شاید حمایت نشه و طبیعتا یه مقدار به قول ما فس شدم، اونقدر که باید حمایت نشد، حمایت ندیدم. و خب طبیعتا آدم برای ادامه یک کار نیاز به انگیزه داره. اگر شما حمایت کنید آدم انگیزه بیشتری داره بخواد بیشتر تولید محتوا کنه. و از اونجایی هم که ویدیو گرفتن، ادیت اینا زمان بره، من میتونستم اینا الان تمومش کنم، ولی خب گفتم که شاید نیاز باشه. من خودم برای پیدا کردن این نکته ها کلی زمان گذاشتم، ویدیو دیدم، آموزش دیدم و خلاصه که آره ممنون میشم اگر دوست داشتین حمایت بکنین، دلی حمایت کنین. خیلی ممنونم. موفق باشید.